به کانال افسون گپ خوش اومدید. من افسونم، مربی کودک و این ویدیو درباره قصه گوییه. صحبت‌های امروزم دانش و تجربه زیسته منه و شاید به بعضی از شماها که تازه مربی شدید، تازه والد شدید و یا حتی تو دایره ارتباطی با بچه‌ها هستید و میل به یادگیری هنوز توتون قلقل میکنه، شاید مفید باشه. قراره خیلی ساده و روون یکم به قصه گویی نگاه عمیق‌تری بندازیم. اینکه چرا باید قصه بگیم؟ چه مدل قصه هایی بگیم؟ و تو قصه گوییمون چه چیزهایی رو باید دقت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟ بریم که ببینیم چه خبره. میخوام ماجرای امروز رو با این جمله شروع کنم که قصه گویی یه هنره. چرا میگم یه هنره؟ همه ماها حتما دیدیم یه سری آدمایی رو که خیلی قشنگ قصه میگن. یه جوری قصه میگن که میره تو جونت، میره تو عمقت و حاضری با تمام وجودت بشینی با یه قصه هاشو بهش گوش بدی و لذت میبری از قصه گویی. مثلا چند تا مثال بخوام بگم که شما هم بشناسیدشون. من خودم فکر میکنم که مثلا توی پادکست ها علی بندری که کانال چنل بی رو داره یه قصه گوی قشنگه، یه قصه گوی خوبه، یه قصه گویی که هنرشو داره. و یا به نظرم مجتبی شکوری یه قصه گوی خوبه، دوست داری بشینی پای حرفاشو گوش بدی. یا مثلا اگه بریم تو ماجراهای یوتیوب و قصه های جنایی، اسم یه نفر است که هممون شنیدیم لابد اسمشو، مری جین. خیلی قشنگ قصه میگه، جوری که منی که اصلا علاقه‌مند به فضای داستانهای جنایی و اینا نیستم، نشستم و گوش دادم به ماجراهایی که تعریف میکنه. این یعنی هنر داشتن. و قشنگی ماجرا به اینه که این هنره اصلا چیزی نیست که انتصابی باشه. یه بعضیا دارن، بعضیا ندارن، اصلا نمیتونن بهش برسن، نیست. این موضوع قصه گویی و هنره اکتسابیه. یعنی منی که فکر میکنم یه قصه گوی خوب نیستم هم میتونم تبدیل بشم به فردی که خوب قصه تعریف میکنه و من اینو واقعا تجربه کردم. مطمئنم که خیلی از شماها به این آگاه هستید که چقدر قصه گویی قدمت داره توی تاریخ بشر و از خیلی سالها پیش، از قرون باستان قصه گویی وجود داشته. حالا اون موقع چون نوشتن بلد نبودن، قصه های شفاهی بوده، افسانه ها بوده. کم کمی که یکم بعضی ها نوشتن یاد گرفتن، داستان ها به شکل شخصیت های قهرمانانه یا قصه هایی که مذهبی طور بودن شکل گرفت. یکم که رفتیم جلوتر، وقتی که چاپ در واقع اختراع شد، اون موقع دیگه نویسنده های بزرگی مثل چارلز دیکنز به وجود میان، کتاب داستان های زیادی به وجود میان و توی قرون معاصر، یعنی جایی که الان داریم در ما زندگی میکنیم، هم دیگه داستان ها طیف وسیعی به خودشون گرفتن و شکل های مختلفی دارن. ما الان میتونیم داستان ها رو توی فیلم ها ببینیم، میتونیم توی انیمیشن ها، توی پادکست، کتاب داستان های خیلی خوب و زیاد و متنوع ببینیم و این خیلی قشنگه که اینقدر الان دست و بالمون بازه. و از همون اولا، از همون قبلا داستان ها فقط واسه تفریح و سرگرمی لذت بردن نبوده، همیشه یه پیامی رو منتقل کرده. حالا اون پیام یا اخلاقی بوده یا یه ارزش فرهنگی رو خواسته منتقل کنه، همیشه یک محتوای شیرین رو به شنوندش منتقل کرده و باعث شده که آدما با هم مرتبط بشن، فرهنگا با هم مرتبط بشن، نسل‌ها رو به هم ربط داده. حالا دیگه خیلی این موضوع رو کشش نمیدم چون یه دانش کلیه. بریم که یکم ماجرا بره به سمت عملی تر بودن و کاربردی تر بودن. میخوایم با هم یه ذره در مورد این صحبت کنیم که چرا قصه میگیم، قصه چی کار میکنه واسه ما،
که ما هنوز از اولی که بشر بوده تا الان قصه وجود داشته و حذف نشده. قبل از اینکه من بخوام چیزی بگم خودت یکم فکر کن، چند تا مورد رو بهش فکر بکن، بعد بیا ادامه رو با من همراه شو. اولین ویژگی که میخوام ازش حرف بزنم آموزش و یادگیریه. ما خیلی از مفاهیم پیچیده رو میتونیم به شکل قابل فهم و ساده توی خرد داستان به بچه‌ها یاد بدیم. مثلا موضوعاتی مثل محبت، امانت، صداقت که یه سری موضوعات انتزاعیه و قابل درک نیست واسه بچه‌ها، ما میتونیم در واقع نمونه های محبت رو، این نشونه های محبت رو توی داستان به بچه ها یاد بدیم و اون مفهوم محبت رو بفهمه، اون مفهوم صداقت رو بفهمه. خود مفهوم امانت، صداقت به خاطر انتزاعی بودنش خیلی پیچیده واسه بچه ها، اما داستان کمک میکنه یادگیری این جریان و فهمش براشون خیلی راحت تر بشه. خیلی وقتا هم ما میخوایم یه موضوعی رو به صورت غیر مستقیم بچه‌مون یاد بدیم که توی رفتاراش تغییری حاصل بشه. بذارین این موضوع رو هم با تجربه شخصی خودم بگم. من وقتی بچه بودم تو حیاط خونمون یه درخت انگور داشتیم و من به شدت عاشق انگور بودم. اینقدر عاشق انگور بودم که صبر نداشتم که شهریور بشه و انگورامون برسه و زودتر از اون شروع میکردم دونه های انگورایی که ترشم بودن رو میخوردم. اون خوشه ناقص میشد و به هر حال خراب میشد و اجازه رشد نمیافت و خلاصه احتمالاً مامانم چند بار من گفته بود که هنوز وقتش نرسیده و این انگورا رو نباید بخوری، ولی من گوش نکرده بودم و مامانم رو آورد به داستانی با محتوای یه خرگوشی که عاشق انگوره و صبر نداره که شهریور بشه و انگورا برسه و میره انگورا رو زودتر میخوره و حالا جزئیات یادم نمیاد، ولی هنوز یادم هست که اون خرگوشه باید صبر میکرد تا شهریور بشه و اون موقع انگورا رو بخوره. و اون موقع من واقعا نفهمیدم اون خرگوش منم ولی از توش فهمیدم که افسون باید صبر کنیم، از هر وقت انگورا رو میدم باید شهریور بشه انگورا برسه. خیلی مامانم کلکه. خلاصه این پس یه موضوعش که ما خیلی ابزار قوی هست برای اون که بتونیم از طریقش خیلی از مفاهیم و خیلی از آموزش‌ها رو غیر مستقیم به بچه‌ها یاد بدیم. دومیش تقویت تخیل و خلاقیت. بچه‌ها به شدت وقتی که کوچیکن تخیل قوی دارن، طوری که وقتی 6 ساله میشن ما میخوایم مرز تخیل و واقعیت رو بهشون یاد بدیم. اما اینو باید حواسمون باشه که قرار نیست تخیلشون رو از بین ببریم، چون تخیل و خلاقیت توی زندگی ماها خیلی پررنگه. وقتی که من تخیل دارم، قوه تخیل دارم، خلاقیتم بروز پیدا میکنه. وقتی خلاقیت دارم میتونم مسئله هایی که برام به وجود میاد حل کنم، چون میتونم چندین راه حل پیدا کنم، میتونم چیزی اختراع کنم، میتونم توی شغلم خلاقیت به خرج بدم و موفق بشم. پس من توی قصه ها وقتی که دارم به بچه یه خوراکی میدم که چشاشو ببنده و بهش فکر کنه و اون رو تو ذهنش بسازه، دارم چیکار میکنم؟ قوه تخیلش رو تقویت میکنم و این در آینده خیلی براش موثره. مخصوصا تو دنیایی که الان تخیل هی داره کشته میشه. تو مدرسه ها که دیگه همه میدونیم، ولی خودمونم خیلی وقتا به خاطر دنیایی که توش هستیم، دنیای دیجیتال، اینقدر خوراک ها به بچه ها آماده داده میشه که فرصتی برای اینکه بخواد خودش تجسم سازی کنه نداره. شما خودت فکر کن به اون زمانهایی که هنوز بچگیای خودمون شاید اونقدر کتاب داستان ها مثل الان زیاد نبودن، مام بزرگامون میشستن از خودشون قصه تعریف میکردن، همینجوری میبافتن، همیشه اون قصه ادامه داشت و هیچ قصه‌ای در کار نبود. ولی الان وقتی خودمون میخوایم قصه بگیم چقدر میتونیم مثل اونها
ماجرا درست کنیم توی ذهنمون. جای فکر داره. بریم قسمت بعدی، ویژگی بعدی که قصه ها باعثش میشن. تقویت مهارت زبانی. شنیدن، خوندن داستان ها به شدت به این موضوع کمک میکنه. چرا؟ چون کتابا پر از واژگانن، پر از جملن. بچه ها میتونن از طریقش کلمه های جدید یاد بگیرن، میتونن جمله سازی رو یاد بگیرن، دستور زبان رو یاد بگیرن. و این رو هم بدونیم که هر چقدر دایره لغات بچه ها بیشتر باشه، ارتباط مستقیمی داره با آگاهی و دانش وسیعی که میتونن داشته باشن. خیلی از فیلسوفا آلمانیان، به خاطر اینکه آلمانیا خیلی کلمه دارن. یعنی کلمه دارن به یه طرف، اینکه حالا هر چیزی هم مثلا مذکر مؤنثه هم فکر کردن. یعنی میخوام بگم که هر چقدر توی جامعه‌ای واسه یه موضوعی کلمه های زیادتری داشته باشه، مصادف میشه با اینکه تفکر تو اون جامعه عمیق‌تره، آگاهی بیشتره. پس من هر چقدر بتونم دایره لغات بچه‌هامو زیاد بکنم، اون دانشه، اون دید وسیعه میتونه عمیق‌تر و بیشتر بشه. خب بیاییم با هم یه تمرین بکنیم، به خاطر اینکه تعامل اون خیلی یه طرفه است. یکم کارگاه رو بتونیم کاربردی تر بکنیم. شما همراه من این تمرین رو انجام میدید، ویدیو رو پاز کنید، کاری که میگم بکنید و بعد بیایید ببینید که چیه ماجراش. کاری که الان باید بکنیم اینه که من یه داستان گذاشتم براتون، داستان چوپان دروغگو که هممون شنیدیمش. میخوام بریم تو این داستان ما چجوری میتونیم این مواردی که الان صحبتشو کردیم، همه اینایی که الان براتون میذارم، چجوری میتونیم تو این داستان پیدا کنیم، چجوری این داستان کمک میکنه این اتفاقات بیفته برای بچه ها. پس پاس کن، اینا رو پیدا بکن و بعد با من همراه شو. تا اینجا مگه لایک نکردی، سابسکرایب نکردی، این کار بکن، چون باعث میشه که حمایت هم کنی و من با انگیزه بیشتر بتونم محتوای دیگه تولید بکنم و در خدمتتون باشم. خب حتما دیگه شما این کار خودتون کردین. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چقدر دیدگاهامون نزدیک به همه. من داستان رو خیلی معمولی میخوام بخونم، چون در ویدیوهای بعدتر ما قراره که روش کار کنیم که چجوری اینو باید بخونیم. نمیخوام دیدگاه بدم بهتون، روی این حساب خیلی معمولی میخونمش. در گذشته در کشوری دوردست چوپان جوانی زندگی میکرد که وقتی پدرش مشغول کار روی زمین و مادرش مشغول خانه‌داری بودند، وظیفه مراقبت از کودکان خانواده را بر عهده داشت. حوصله پسر خیلی سر رفته بود و تصمیم گرفت با همسایه‌اش شوخی کند. ناگهان شروع به فریاد کرد: گرگ 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 دارد گوسفندان را میخورد. همه دوستانش به کمک او شتافتند تا گرگ را فراری دهد. اما وقتی به آنجا رسیدند، چوپان جوان را دیدند که به آنها میخندد که این چنین به وحشت افتادند، در حالی که واقعا هیچ گرگی در کار نبود. دوستانش به سر کار خود برگشتند و گفتند که پسرک رفتار زشتی از خود نشان داده. روز بعد پسر شیطنت خود را تکرار کرد: گرگ گرگ کمکم کنید، کمکم کنید. بعضی از همسایه‌ها دوباره به کمک او شتافتند، اما فقط با خنده چوپان جوان به خودشان مواجه شدند. چون این بار نیز آمدن گرگ دروغ بود، روز سوم وقتی همسایه‌ها صدای پسر را شنیدند که فریاد می‌زند: گرگ 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 دارد گوسفندان را می‌خورد، لطفاً بیایید کمک کنید، هیچ کس توجهی نکرد، چون فکر می‌کردند این فقط یک دروغ است. آن روز گرگ واقعا آمد و گوسفندان را خورد. چوپان جوان خیلی ناراحت بود، اما درس خوبی گرفت. اگر دروغ بگوییم روزی خواهد آمد که نه پدر و مادرمان، نه برادران و خواهرانمان و نه دوستانمان آنچه را میگوییم باور نخواهند کرد، حتی وقتی راست باشد. خب گفتیم اولین کاری که قصه ها میکنن اینه که یک چیزی رو بچه ها آموزش و یاد میدن. اولین نکته‌ای که به ذهنمون میرسه در مورد این داستان اینه که راستگو باشیم، واقعیت‌ها رو بگیم، چون در غیر این صورت سلب اعتماد میکنیم
و وقتی هم که حقیقت رو بگیم کسی ممکنه حرف اون رو باور نکنه. این محتواییه که بچه‌ها میتونن ازش یاد بگیرن. دومی قوه تخیل و خلاقیت بود. اینجا که توضیحی داره. ببینید ما وقتی میخوایم یه قصه رو بر بچه‌ها بگیم بهتره که اول قصه رو بشنون، تصویراشو نبینن، برای اینکه بتونن تصویر سازی کنن. یکی دو بار که قصه رو شنیدن، تصویر سازیشون رو کردن، اون وقت قصه کتاب عکس در واقع عکس کتابو نشونشون میدیم و میتونن ببینن و ارتباط بگیرن باهاش. ولی برای اینکه قوه تخیل تقویت بشه من میتونم از قصه‌های صوتی استفاده کنم یا کتاب داستان رو اول بشنون بعد عکسش رو ببینن، یا اینکه وقتی دارم داستان رو میخونم میتونم صحنه‌هایی رو ایجاد کنم که بچه بتونه از تخیلش استفاده کنه. مثلا میگم که وقتی که به دوستاش اهالی ده به کمک پسر چوپون رفتن، به نظرت چجوری دویدن؟ به نظر تو اون گرگه چجوری گوسفندا رو خورد؟ چجوری حمله کرد؟ میدونی یه صحنه‌هایی رو ایجاد میکنم که بتونه تو ذهن خودش تجسم سازی کنه. هدایتش میکنم به این که بتونه فکر بکنه که واقعا ممکنه اونجا چه اتفاقی افتاده باشه. سومیش گفتیم که مهارت‌های زبانیشون تقویت میشه. توی این داستان یه سری کلمه ها بودن که ممکنه بچه‌مون نشنیده باشه، مثل کلمه عهده، مثل شتافتن، مثل وحشت. ایدئال اینه که ما داستان رو تغییر ندیم، یعنی همون چیزی که داستان گفته رو بخونیم. اما یه وقتا احساس میکنیم که بهتره که معنی رو کودکمون بدونه. اون وقت من میام یه کلمه در ادامه اون کلمه میگم. مثلا میگم اونجایی که میگه چوپان جوان را دیدن که به آنها میخندد که این چنین به وحشت افتاده، برای اینکه من این وحشت رو برای کودکم ملموس کنم میگم چوپان جوان را دیدن که به آنها میخندد که این چنین به ترس و وحشت افتاده، چون کلمه ترس رو بچه‌م میشناسه. یا ممکنه که کلمه نتونم تو اون جمله بذارم، اما بتونم یه جمله بهش اضافه کنم که نشون دهنده معنی اون جمله باشه. برای مثال اونجا که میگه وظیفه مراقبت از گوسفندان خانواده را بر عهده داشت، من در ادامه یه جمله میام میگم که جمله بالایی رو ساده‌تر و قابل فهم‌ترش کنه که بچه بتونه مفهوم کلی رو بگیره و نخواد قصه گویی من قطع کنه که بگه یعنی چی. مثلا اینجوری میتونم بکنم: وظیفه مراقبت از گوسفندان خانواده را بر عهده داشت، بنابراین مسئولیت گوسفندا با پسرک بود. گفتیم که کار بعدی که قصه میکنه اینه که ارتباط انسانی درست، پل ارتباطی میزنه. بچه‌مون تو این داستان با کی میتونه پل ارتباطی بزنه؟ با افرادی که چوپانن. این که چوپانا میتونه حوصله‌شون سر بره. میتونه با کسایی که اهل یه روستا هستن پل ارتباطی بزنه. اینکه چقدر یه اهالی روستا همدیگر رو میشناسن، نسبت به هم مسئولن، کمک میکنن به هم دیگه، اصلا فضای روستا چه شکلیه. میتونه با این آدما بیشتر آشنا بشه. مورد بعدی یه ارزشی رو یاد میگیره، یه اخلاق جدید رو یاد میگیره که همچنان که ما اولش گفتیم اینه که راستگویی رو یاد میگیره توی این داستان. و مورد بعدی مواجهه با احساسات هست. کودکمون میتونه بره تو نقش چوپان و باهاش همزاد پنداری کنه که حوصلش سر رفته بوده و میتونست برای اینکه حوصلش سر نره چه کارایی بکنه. وقتی که اهالی ده نیومدن سراغش چه احساسایی رو تجربه کرد. وقتی اهالی ده رفتن سراغش رو دیدن که مورد تمسخر قرار گرفتن چه احساسایی رو داشتن. میدونی میتونه تمام این احساسا رو از هر دو طرف ببینه چه نیازهایی از دو طرف برآورده شد نشد و بره توی این وادی. و مورد دیگه که در موردش صحبت کردیم این که داستان ها میتونن باعث ارتباط و تعامل اجتماعی بشن. این داستان میتونه همونطور که گفتیم داستانی باشه که بچه توی موقعیت های مختلف بتونه بر دوستاش تعریف بکنه. این خیلی چیزی نیست که بخوام واسش توضیح بدم. و مورد آخر تقویت مهارت تفکر و راه حل مشکل یا حل مسئله هست.
که به خوبی کودکمون در ارتباط با این داستان میتونه فکر بکنه و حتی میتونیم با هم دیگه در موردش گفتگو بکنیم که برای مثال چوپان داستان ما میتونست چه کار دیگه‌ای بکنه که حوصلش سر نره، چه کاری میتونست بکنه که باعث ناراحتی اهالی روستا نشه و آخرش ضررش به خودش نرسه. یا مثلا ما چه شوخیایی میتونیم با بقیه بکنیم که شوخیای خوب و مناسبی باشن. یا مثلا وقتی که گرگ حمله کرد دید کسی نمیاد کمکش، اون دیگه چه کاری میتونست بکنه. اینا چیزایی که بچه میتونه بهش فکر بکنه و بتونه موضوع این داستان رو از قسمت‌ها و زوایای مختلف ببینه. خب اما این از ماجرای این که ما اصلا چرا قصه میگیم و چرا قصه ها اینقدر مهمن و اما بریم سراغ شکل‌های مختلف قصه گویی. خیلی سریع ازش رد میشم چون خیلی آشناییم باش، ولی میخوام بدونید که وقتی قصه میگیم میتونیم از روش‌های مختلف استفاده کنیم، تنوع بدیم به قصه گوییمون، همیشه یه جور قصه رو تعریف نکنیم. برای همین میگم ولی خیلی روش حالا صحبت خاصی نمی‌کنیم. اولی که شفاهیه، جوری که همه ما بزرگای ما برامون قصه میگفتن، هیچ کتابی در کار نبود، از ذهنشون قصه میگفتن، اونا میگفتن و ما میشنیدیم و تو ذهنمون تصور میکردیم و میتونست هر جایی اتفاق بیفته، خونه، بیرون، تو باغ، مدرسه. معلمامون یه وقتایی میگفتن. یعنی پس قصه ها میتونن شفاهی باشن. یه وقتای قصه ها نوشتاری هن. مثلا میتونن همین کتاب داستانایی باشن که ما امروزه بسیار در اختیارمون داریم. قصه گویی های دیجیتال هست که اپلیکیشن هایی هستش که توش قصه های صوتی هست، تصویری هست، یه سری پادکست های صوتی هست، یوتیوب هست. خلاصه راه های رسیدن به قصه گویی های دیجیتال امروزه خیلی زیاد شده. میتونید یه وقتایی از اینا استفاده بکنید برای اینکه اون تنوع رو بدید. و اما قصه گویی از طریق ترکیبش با هنر، این خیلی قشنگه، من خیلی دوست دارم. خیلی وقتا ما میتونیم قصه ها رو با موسیقی همراه بکنیم. یعنی وقتی داریم قصه میگیم اتفاقاتی مثل صدای بارون میتونه واقعا یک صدای چیک چیک بارون پخش بشه، یا اصلا یک قصه موزیکال باشه، یا میتونیم اون قصه رو به نمایش در بیاریم، بتونیم خودمون رو گریم کنیم، لباسامون رو اصلا متناسب با داستان کنیم و خیلی جذاب میکنه داستان رو. یه وقتایی میتونیم قصه‌مون تعاملی باشن، یه بخشش رو من میگم از خودم قصه رو، یه بخشش کودکم قصه رو میسازه و اینجوری داستان رو پیش میبریم. یه وقتایی هم قصه رو میتونیم در واقع از کتاب داستان‌های مصور استفاده کنیم. یه سری کتاب‌هایی هستن که تصویرن و تصویر رو نگاه میکنیم و از روش خودمون قصه درست میکنیم بر اساس اون تصویری که داره. حالا من عکسش رو میذارم، این کتاب داستان کوچیکی خودم بوده و خیلی دوستش داشتم، اینو براتون میذارم که ببینیدش. و مورد آخری هم قصه گویی با ابزارها و وسایل کمکیه. خیلی وقتا میتونم از عروسک دستی ها استفاده کنم، از عروسک های معمولی استفاده کنم، از ماکت استفاده کنم، حتی از اشیای خونه میتونم استفاده کنم. دست و بالمون خلاصه بازه. اینا چیزایی بود که به ذهن من رسید. اگر که شما هم چیزی به ذهنتون میرسه برام کامنت کنید، تکمیلی ترش کنیم تا بریم سراغ ماجرای بسیار مهم که در واقع اصل داستان امروز اون از اینا شروع میشه. عناصر اصلی قصه گویی. ما وقتی یه داستان رو میخوایم تعریف کنیم 3 عنصر هست که باید بهش توجه بکنیم برای اینکه داستان اون بتونه جذابیت خودش رو حفظ بکنه، بچه‌ها جذب بشن بهش. اگه به این 3 مورد و نکاتی که میگیم توجه بکنین اتفاق میفته. حالا این دفعه توی این ویدیو ما قرار در مورد یکیش صحبت بکنیم. 2 ویدیوی بعدی که قرار گذاشته بشه در مورد هر کدوم از این عنصر هست. ما همونجور که میبینید عنصر اولی شنونده است که ما امروز بخوایم در موردش صحبت بکنیم که ما باید به چی دقت بکنیم توی عنصر شنونده.
و بعدی راوی هست که ما قراره توی اون در تکنیک ها صحبت بکنیم که توی قصه گویی چه تکنیک های استفاده بکنی که داستان رو جذاب کنی، و مورد آخر داستان، چه کتاب داستان هایی مناسب هستن و باید بهش در واقع چه ویژگی هایی دارن کتاب داستان های خوب. اولین نکته که در مورد شنونده باید مد نظر قرار بدیم سنه. اینکه من داستانی که میخوام بخونم شنوندم چند سالشه، چه سنی داره، اصلا مناسب سنش هست من میخوام این داستان رو بگم. خیلی از داستان ها هستن که برای بچه ها، خیلی از داستان ها هستن برای نوجوانان، یک سری هم برای بزرگسالانن. حالا باز ماده تقسیم بندی شده، گروه سنی گذاشتن، الف و ب و ج و دال و اینها که حالا بحث اونا جدا میکنیم. اما این که من بدونم که هر سنی چه ویژگی هایی ممکنه داشته باشه و جذب چه داستان هایی معمولا میشن، خوب ازش آگاهی داشته باشیم. ولی اینم بدونیم که این یک 100% نیست، یک چیز قطعی نیست. ممکنه که بچه ها بر اساس علایقشون، بر اساس رشدشون متفاوت باشن. یعنی اگر که یه بچه‌ای که 2 سال است از کتاب‌های خوشش میاد که موزیکاله، به این معنی نیست که اون بچه‌ای که مثلا 10 سال از کتاب‌های موزیکال خوشش نیاد. ممکنه اونم خوشش بیاد. ولی حالا ما می‌خوایم یه گروه سنی که الان داریم درش صحبت می‌کنیم رو اغلب رو در نظر بگیریم. یعنی مثلا که اغلب بچه‌های 0 تا 2 سال معمولا از این کتاب خوششون میاد. ولی شما اولویتون یک کتاب خوب باشه. یعنی بخواید تصمیم بگید از بین کتاب‌های خوب حالا کدوم کتابه که به نظرم میاد مثلا این ویژگی‌ها رو داره که مناسب این سن بچه منه. ولی بازم تاکید میکنم که اصلا چیز 100% نیست و هر بچه‌ای میتونه جذب حتی یک کتابی بشه که برای یه بچه مثلا 5 سال است. کاش در مورد گروه سنی هم بگم. کتابا دیدید معمولا زدن گروه سنی الف ب جیم دال. من خودم تو تجربه مربیگریم واقعیت خیلی کاربردی ندیدمش. یه سری کتابا بودن که به نظرم میومد که مثلا واسه بچه 4 ساله خیلی جذابه، اما واسه بچه مثلا چه میدونم 6 ساله اصلا نتونستم. میخوام اصلا نشد، شدم شد ولی کم. خیلی اکتفا نکنید به اینکه این نوشته برای گروه سنی الف، این نوشته برای گروه سنی ب. ببین که بچه‌ت ارتباط میگیره با کتاب یا نه. اولویت اول تو برای خرید کتاب اینه که ببینیم کتاب چقدر کتاب مناسبی که حالا ما تو ویدیو بعدی میگیم و بعد میریم سراغ این جریان. بریم سراغ این که ببینید بچه‌های زیر 2 سال معمولا از چه مدل کتاب‌های خوششون میاد که ما باید دقت کنیم بهش که بتونیم از اون مدل کتاب داستان‌ها انتخاب کنیم که جذبش کنیم. اولیش یه سری کتاب‌های با تصاویر ساده هست. کتابایی که تصویرهای رنگی دارن، بزرگن و از اتفاقات روزمره است. وقتی تصویر خیلی شلوغ باشه بچه نمیتونه اونقدر متمایز کنه و سختش میشه، ممکنه جذبش نشه. بنابراین که چیزی که ساده باشه، بزرگ باشه و رنگی و شاد که بتونه ارتباط بگیره. این یکی از چیزایی میشه که میتونه یه قصه گویی رو جذابش کنه. دوم کتابایی که لمسی باشن، بتونه لمسش کنه یا مثلا صداهاشو بشنوه. یه سری کتابا هستن که از پوست واقعی مثلا حیوونا چسبوندن، بعد مثلا میتونه دست بزنه، این نرمیشو، زبریشو، مثلا اینا خیلی برای این بچهای این گروه سنی جذابه. یا مثلا کتابایی که خیلی ریتمی و آهنگیه، لالا، یا اونایی که شعر طورن. بچهای زیر 2 سال معمولا خیلی با اینا ارتباط میگیرن. اما بچهای 2 تا 4 سال چه مدل کتاب‌هایی رو بیشتر جذبش میشن؟ کتابایی که تصویر یا داستانش ساده است، خیلی نه طولانیه نه خیلی کوتاهه و یه مفهوم ساده رو داره میگه و تصویراش هم جذابه. یا یه سری کتابی که تعاملیه، خودش هم میتونه تو شرکت کنه، خودش هم میتونه مثلا راه ببره، مثلا یه جریانی یه موشی که میخواد بره یه جایی، حالا اون مسیر موشه رو میتونه نشون بده توش، یا مثلا اونم میتونه صداها رو در بیاره. یا یه سری کتابا هستش که با باز و بست کردن یه تیکه از کتاب مثلا یه تصویر نمایان میشه، اگه بتونم تصویرشون میذارم، اینا مثلا بیشتر جذبش میشن. یا مثلا یه سری کتابایی که داره یه سری مفاهیم اولیه رو آموزش میده، واسه این گروه سنی معمولا
جواب بده. مثلا ببینید الان من دارم میگم یه سری کتابای آموزشی مثل رنگ ها، مثل اشکال هندسی من دارم میگم برای بچهای 2 تا 4 سال، ولی ممکنه یه بچه 1.5 سالان جذب بشه به اون کتابی که داره رنگو یاد میده یا داره شکل رو یاد میده. خیلی خودتون رو محدود نکنید، ولی بدونید که مثلا چجوری کلیت چجوریه. خب بچهای 4 تا 6 سال دیگه میان وارد کتاب قصه هایی میشن که یه شخصیت بولد میشه، یه شخصیت میشه براشون شخصیت قهرمانانه یا جذاب و دوست دارن خودشونو بذارن جاش، یا قصه هایی که تخیلی هن و خیلی ازش خوششون میاد، یا قصه هایی که باز داره یه مفهومی رو چیکار میکنه بهشون منتقل میکنه و یاد میده. بچه های 6 تا 8 سال باز از اون ماجرای تخیله خیلی خوششون میاد، ولی این دفعه دوستان یکم ماجراجویی هم قاطیش بشه، یه چیز خیالی که قرار ماجراجویی کنه خیلی دوستان و حالا در کنارش خنده دارم باشه، و البته که چیزای کتابای علمی رو هم بعدشون نمیاد بدونن، یعنی توجهشون رو جلب میکنه، اینجوری نیست که بی توجه باشن بهش. بچهای 8 تا 10 سال دیگه میرن سراغ یه سری رمانای کوتاه، یعنی حاضرن بشنن یه سری داستانایی که حالا یه ذره بلندتره رو بخونن، یعنی داستانایی که طولانی تره یه مقدار و یه ماجرایی رو داره توصیف میکنه و یه خود شخصیت‌ها زیادترن، موضوعات یکم پیچیده‌تره و حتی کتاب‌ها ممکنه سریالی باشه و حتی کتاب‌هایی که داره یک واقعیت رو، یه تاریخ رو هم به نمایش میاره، اونا رو هم میتونه بهش جذب بشه. بچهای 10 تا 12 سال کتاب اونا هم همینطور، کتابایی که ماجرایی باشه، فانتزی باشه، کتابای علمی تخیلی و کتابایی که یه ذره رازآلود باشه اونا رو جذب میکنه. اینا در واقع دسته‌بندی‌هایی بود که بر اساس تحقیقات روانشناسی کودک تدوین شده، ولی دوباره تاکید میکنم علاقه کودک مهمه تو جذب داستان و اینکه کتاب چقدر خوب باشه و اینکه حالا کلیت اینکه بدونیم کتاب چقدر به سنش متناسبه. اما مورد بعدی که من باید در مورد شنونده داستانم بهش توجه بکنم موضوع فرهنگه. من وقتی یه داستانی رو برای کودکم تعریف کنم که با فرهنگی که توش زندگی میکنه همخوانی داشته باشه، راحت‌تر داستان رو درک میکنه، ارتباط بیشتری با داستان میگیره و باعث میشه قصه براش جذاب باشه. مثلا من وقتی که توی جامعه زندگی میکنم که کودکان سیاه‌پوست، آدمای سیاه‌پوستی توش وجود نداره، خوندن کتاب روزا پارکس خیلی برای بچه‌م شاید جذاب به نظر نیاد، برای اون که بخواد حالا کتابو درک کنه ناعدالتی که برای سیاه‌پوستا وجود داشته شاید نتونه درکش بکنه. یا مثلا وقتی دارم با یه قشر به عنوان مربی با یه قشر ضعیف جامعه کار میکنم، شاید خوندن کتاب هایی که برای مثلا کتاب پس اندازش کن، خرجش کن که برای سواد مالیه، اینا اصلا معنی نداره توی اون تو جامعه، چون اصلا بچه پول تو جیبی نداره که بخواد بفهمه جریان چیه، اصلا اینا معنی پیدا نمیکنه توی اون ماجرا. منظور من این نیست که من فقط کتابایی بخونم که با فرهنگ اون کودکم یا شاگردام همخوانی داشته باشه، نه، منظور من اینه که ما قبل از اینکه این کتاب‌ها رو براشون بخونیم باید ذهنشو آماده کنیم. قبل از اینکه من بخوام کتاب روزا رو بخونم یه ذره بچه‌مو با جامعه سیاه‌پوستا آشنا کنم، بگم که آدم‌ها رنگ‌های پوستای مختلفی دارن، بگم که تو کشورهای مختلف اینجور آدم‌ها زندگی میکنن، یه آمادگی ذهنی داشته باشه. یا اون قشر ضعیف بدونه که مثلا پول اصلا چه شکلیه، چه مدلی، دستش دیده باشه اون پول رو. بنابراین من باید قبل از اینکه اینجور داستان‌ها رو بخونم باید ذهنش رو آماده کنم و بعد برم سراغش که اون کودک بتونه ارتباط بگیره، بتونه بفهمه که من چی میگم. وگرنه خیلی هم عالیه، به خاطر اینکه دید وسیع بهش میده، میتونه دوباره همون جریان پل ارتباطیه، بتونه فهم و درک بیشتری از اون گروه دیگه از جامعه داشته باشه. از این نظر خیلی خوبه، ولی به شرط که من میگم پامو فراتر گذاشته باشم و تونسته باشم فرهنگ‌های دیگه رو بهش معرفی کرده باشم و بعد حالا داستان‌هاشو بخونم. به نظرم حالا بعضی‌ها میتونه تجربهشون اینجوری باشه که شروعش با داستان باشه،
داستانه رو میگه، بعد حالا با فرهنگ آشنا میکنه. بعضی بچه ها ممکنه بشینن اینجوری پای داستان، ولی اگر بچه پای اینجور داستان نمیشه شاید به دلیل اینه که هنوز اون ارتباطه رو نگرفته، خیلی متوجه داستان نمیشه. و اما مورد بعدی که مهمه ما بهش توجه بکنیم در مورد شنونده اینه که اون شنونده داستان ما چه شخصیتی داره. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه تمام داستان‌ها روی احساسات و رفتار بچه‌ها تاثیر مستقیم دارن. ما وقتی داستان تعریف میکنیم واسه یه بچه یا بچه‌های کلاسمون، باید بدونیم که خط قرمزای هر کدومشون چیه، ترساشون چیه، علایقشون، چیزایی که بدشون میاد، اتفاقات اخیری که تجربه کردن چیه، که بر اساس اون بتونیم یه داستان مناسب انتخاب کنیم. من وقتی میدونم کودکم مثلا از شخصیت شیر میترسه یا از شخصیت‌های پیر میترسه، این یه تجربه واقعی ماستا. یه کودکی داشتیم که از افراد پیر ترس داشت، بنابراین ما حتی توی جشن سال نومون ما ننه سرما نداشتیم، ما خاله بهار داشتیم که خیلی شخصیت جوونه، خوشگل، نازی بود. اگه قرار بود یک ننه پیرزن بیاد میزد زیر گریه چون آمادگیشو نداشت. این آمادگی شنیدن داستانه رو من بهش توجه بکنم. وقتی که بچه من از شیر میترسه یا از سوسک میترسه، من نمیتونم یه داستان رو انتخاب بکنم که اتفاقا شخصیت شرور داستانه یا شخصیت بدجنسه اون شیر است، اون سوسک است. میدونی میخوام چی بگم؟ اینو بدتر میکنه ماجرا رو. برای همین یه داستانه انتخاب کنید که بدونید شنونده‌تون، اون کودکتون تحمل شنیدنشو داره. حتی یه وقتی ما خود بزرگسالا وقتی که روانمون خیلی آشفته است نمیریم داستانای جنایی رو گوش بدیم، میدونیم فعلا تحملشو نداریم. پس اینم از نکته مهمه که باید حتما بهش توجه بکنیم. خب این از ویدیو امروزمون. با ما توی قسمت‌های بعدی هم همراه باشید، چون اونجا قرار تکنیک‌های قصه گویی رو بگیم که خیلی کاربردیه و اینکه اصلا چجوری کتاب مناسب رو انتخاب بکنیم. اینا خیلی به نظرم برای هر والدی، برای هر مربی، برای هر کسی که بچه هاست میتونه پر از یادگیری باشه. و باز هم میگم که اگر که دوست داریم که دنیای بچه ها رو یه دنیای بهتری بکنیم، راهش اینه که دانش و آگاهی رو در زمینه کودک گسترشش بدیم. یکی از راهاش اینه که لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، حتی این ویدیوها رو به بقیه معرفی بکنید که بتونیم با کمک هم در واقع قدمی برداریم برای اینکه دنیای بچه ها روز به روز پیشرفت بکنه و بهتر باشه. خوب و خوش باشید تا ویدیو بعدی.